سلام بر بینندگان محترم و عزیز برنامه حال خوب. امیدوارم که در هر گوشه از این جهان در قاب تصویر ما و برنامه حال خوب رو مشاهده میکنید حال دلاتون خوب باشه و آرامش لحظه لحظه در زندگیتون بیشتر از قبل باشه. موردی رو که امروز میخوام با شما گفتگو بکنم مفهومی است به نام حسادت و افرادی که ما به اونها معنای حسود رو در نظر میگیریم و برای اونها این حس غیر خوب ناراحت کننده رو متصوریم و بسیار هم متاسفانه شاید پیرامون ما کم نباشد. واقعیت قضیه اینه که ما باید کم کم روی خودمون کار بکنیم که از افراد حسود متنفر نباشیم. جدای این که حسی مثل تنفر قبلا صحبت کردیم که مانند خشم، مانند مفاهیمی از این دست میتونه که چرخه افکار منفی ما رو فعال بکنه که در پیامد اون چرخه افکار منفی حال غیر خوبی بر ما مستولی بشه. این افراد لزوماً حسادتشون فقط جنبه منفی به خاطر ما نداره. دلم میخواد امروز برای شما این مقدار باز بکنم که چگونه میشه یک آدمی حسادت می‌ورزه و یک آدمی در فرایند ارتباطش با ما از یک حسادت خیلی زیاد رنج میبره. ما نباید از افراد حسود متنفر باشیم، چرا که دلیل اصلی حسادت این افراد این هست که ما رو از خودشون بهتر میبینند، شرایط ما رو از خودشون برتر میبینند، یا اون چی که به هر صورت در تفکر این آدم ها هست اینه که ما از اونها خیلی بالاتر و خیلی بهتریم. این نوع نگاه باعث میشه که این افراد متاسفانه چرخه افکار منفیشون به شدت فعال میشه و غیر از اون چیزی که در ما میبینن و به واسطه دیدن اون در ما یا جایگاهی که ما داریم یا هر نوع چیزی که به ما برمیگرده حس حسادتشون برانگیخته میشه، دنیایی از تفکرات و افکار منفی که حتی شاید مربوط به ما هم نباشه بر مغز و ذهن و روان اینا جاری میشه. این یه واقعیتیه. خیلی از این افراد شاید اگر فقط و فقط در همون المانی که نسبت به ما حس حسادت رو برانگیخته بشه قرار بگیرن، اونقدر وحشتناک نیست، اونقدر ناراحت کننده نیست، اونقدر تنفرآمیز برخورد نمی‌کنن. اما علتی که این اتفاق میفته اینه که جدای المانی که از ما در روان اونها و در افکار اونها یک فکر منفی رو بروز میده که به واسطه اون احساسات منفی و بعد رفتارهایی رو انجام میدن که ما از اونها متنفر میشیم و دلخور میشیم. واقعیت قضیه این هست که این افراد به شدت دنیای دیگری و پرتعداد از المان‌های دیگه هم تو ذهنشون میاد. یعنی وقتی میبینن شما به یه جایگاهی رسیدید و این جایگاه رو یه مقداری حالا اون حس خوب رو نمیگیرن، احساس میکنن که چرا این رسیده من نرسیدم، در پیامد این و عمدتاً هم بسیار زیاد پیش میاد که در ناخودآگاه این افراد اون چرخه افکار منفی به شدت شروع میکنه خاطرات قدیم رو در ذهن اینها مرور میکنه. اینکه اگر فلانی فلان خونه رو داره، فلانی فلان ماشین رو داره، فلانی به فلان موفقیت اجتماعی رسیده، یادش میاد که من نرسیدم. وقتی یادش میاد من الان نیستم، یه حس تنفری، یک حس حسادت منجر به تنفر رو ایجاد میکنه. اما مفاهیم بعدیه که بیشتر حالش رو بد میکنه. قسمت‌های منفی که چرا در فلان تاریخ فلان کس اجازه نداد این کارو بکنم، چرا پدرم، چرا مادرم، چرا معلمم، چرا مشاورم، چرا همسرم و افراد دیگه به من اجازه ندادن این کارو بکنن، چرا اونجا در فلان قسمت از زندگی من فلان کسک
کاری رو کرد که من نتونستم این اتفاق رو جلو ببرم، چرا که اگر اونگونه جلو میرفتم همین الان هم شاید این اتفاق برام میافتاد و من هم میتونستم یه همچین جایگاهی داشته باشم. این یه مثالی بود که خدمت شما عرض کردم. خواستم بدونید افراد حسود، متنفر بودن ما از اونها نه تنها فایده نداره بلکه حال ما رو در حالت عادی خراب میکنه. اما اگر به این نکته توجه کنیم شاید میزان این درگیری فکری منجر به تنفر ما هم کم بشه. بدانیم که این آدم صرفاً این رفتار غیر خوبی که در پیامد احساس منفی ناشی از افکار غلطش بروز پیدا کرده و ما رو خیلی دلخور کرده، این آدم لزوماً به این میزان از ما ناراحت نیست، به این میزان به ما حسادت نمیکنه. خیلی اتفاقات دیگه زندگیش داره میاد که اینها روی هم جمع میشه، افکار منفی شدید منجر به غلیان احساسات منفی و بعد هم رفتارهای غیر خوبی میشه که متاسفانه ما به عنوان کسی که در مواجهه با اون هستیم برآیند تمامی این افکار و احساسات منفی رو با یک رفتاری از این آدم ملاحظه میکنیم. لذا بسیار بسیار مهمه تأمل کردن به این موضوع که افراد حسود نیازی نیست که ما از اونها متنفر باشیم و حس تنفرمون رو در اونها به خودمون نشون بدیم و متناسب با اون حس ناراحتی که به خودمون میگیریم حال خوب و آرامشمون رو به هم بزنیم. مثل همیشه حال دلتون خوب، آرامشتون برقرار، با امید دیدار شما. یا